خبرهای اقتصادی امروز 17 اکتبر در پیام تیوی. در شهر دوشنبه، خوجند و باختر قیمت مواد سوخت در قیاس با هفته گذشته باز پایین رفته است. طور بخش روسی خبرگزاری از پیروز از نتیجه مانیتورینگ خود گزارش داده است. حالا در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه 1 لیتر بنزین نوع AI 92 9.5 سومانی ارزش دارد. هفته گذشته این رقم 10 سومانی را تشکیل میداد. قیمت 1 لیتر بنزین نوع AI 95 نیز تا 9 سومانی و 80 درم پایین رفته است. قبلا 1 لیتر این تمغه 10 سومانی و 50 درم ارزش داشت. در همین حال نرخ سوزشواری دیزلی و گازی مایع بی تغییر باقی مانده است. 1 لیتر سوزشواری دیزلی در پایتخت مثل پیشتر 12 سومانی و 60 درم و 1 لیتر گازی مایع با همین قیمت 6 سومانی و 20 درم به فروش می رود. در خوجند نیز وضعیت همین است. در خوجند بنزین هم ارزان تر می شود. 1 لیتر تمغه AI 92 در نقطه های فروش سوزشواری شهر 50 درم ارزان شده روز 14 اکتبر به 9 سومانی و 50 درم فروخته می شد. AI 95 را که قبلا 10 سومانی و 60 درم بود، اکنون با 10 سومانی و 20 درم خریدن ممکن است. نرخ سوزشواری دیزلی در خوجند بی تغییر باقی مانده است. آن 12 سومانی و 50 درم به فروش می رود. گاز مایع در این شهر 6 سومانی و 10 درم ارزش دارد. در جنوب کشور در شهر باختر نرخ 1 لیتر بنزین نوع AI 95 10 سومانی و 30 درم و 1 لیتر بنزین نوع AI 92 9 سومانی و 60 درم به فروش می رود. در همین حال نرخ 1 لیتر سوزشواری دیزلی در شهر باختر 12 سومانی و 60 درم و 1 لیتر گاز مایع 6 سومانی و 30 درم به فروش می رود. کارشناسان تمایل پایین روی قیمت مواد سوخت را به فرارسی فصل زمستان و انجام کارهای صحرایی مربوط می دانند. قبلا خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفته بود که نرخ سوزشواری و روغن مالیدنی در فصل زمستان معمولا به دلیل کاهش طلبات پایین می رود. بهار و تیر ماه برعکس از حساب پرزور شدن کارهای خواجگی قشلاق ارزش اصلی سوزشواری زیاد می شود. طبق آمار رسمی تاجیکستان 86 درصد محصولات نفتی را از روسیه وارد می کند و حدود 90 درصد گاز مایع از قزاقستان وارد می شود. تاجیکستان به فهرست کشورهای پیشرفته داخل شده است که طی 9 ماه اول سال روان مالهای ازبکستان را خریداری کردند. تاجیکستان در فهرست خریداران مالهای ازبکستان در زینه هفتم قرار گرفته است. به اطلاع مقامات آماری ازبکستان در صدر 10 گانه کشورهایی که مالی از همه زیاد را از ازبکستان خرید کردند، روسیه با نشانداد زیاده از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار جای گرفته است. در 10 گانه تاجیکستان با نشانداد بیش از 352 میلیون دلار در زینه هفتم قرار دارد. تاکید شده است که در دوام 9 ماه صادرات مال از ازبکستان به چین 2 میلیارد دلار، به قزاقستان 1 میلیارد دلار، قرقیزستان 683 میلیون دلار، افغانستان 514 میلیون، تاجیکستان 352 میلیون، کانادا 160 میلیون، ترکمنستان 154 میلیون و به ایران 114 میلیون دلار را تشکیل داده است. این در حالی است که تاجیکستان و ازبکستان عزم دارند که داد و گریخت مال میان دو کشور را به 1 میلیارد دلار آمریکایی رسانند. MTS بانک روسیه تصمیم گرفته است که توسط نظام پرداخت‌های فوری انتقال بین المللی به بانک‌های تاجیکستان، همچنین بلاروس، قرقیزستان، ازبکستان و ارمنستان را راه اندازی کند. کریل پالچون نماینده MTS بانک به خبرگزاری سپوتنیک گفته است: ما نقشه داریم که در 3 ماهه چهارم سال جاری به کار شروع کنیم. در مرحله اول انتقال توسط نظام پرداخت‌های فوری به یکی از بزرگترین بانک‌های ازبکستان راه اندازی می شود. در همین حال ری‌ا نواستی می نویسد برخی از بانک ها نقشه های مشخصی راه اندازی این خدمات را اعلان کردند. باقی مانده ها احتیاطکارترند و می گویند که تا حال این گونه انتقال ها را آزمایش می کنند. بانک مرکزی روسیه گفته که آنها می خواهند همکاری بانک های روسیه را با شریکان خارجی در انتقال فرامرزی توسط نظام پرداخت های فوری ساده کنند. انتقال از بانک های خارجی به روسیه تا آخر سال 2022 به نقشه گرفته شده است. وینیشتور بانک و راست بانک نیت دارند که تا آخر سال انتقال بین المللی سنجشی را توسط نظام پرداخت‌های فوری انجام دهند. در آینده نقشه است که به خدمت انتقال فرامرزی توسط نظام پرداخت‌های فوری دیگر بانک‌های روسیه نیز همراه شوند. نرخ ارز: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانه برای امروز 17 اکتبر مقرر نمود. قرب رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان 15 سومانی و 90 درم می باشد.
بانک ملی تاجیکستان قربی $100 ایالات متحده آمریکا را 1021 سومانی و 85 درم و 100 یورو را 996 سومانی و 10 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های لندن $91 و 87 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک $85 و 65 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه های لندن صبح امروز $1644 و 93 سنت برای یک اونس تعیین شد.